زندگی پسر رونالدو حتی از زندگی مسی هم لاکچری تره. سال 2020 تو مراسم بهترین بازیکن قرن کل سالن شوکه شده بودن چون جونیور پسر 9 ساله رونالدو یه رولکس جی ام تی مستر یخی از طلای 18 عیار با 79 دانه یاقوت دستش انداخته بود. قیمت ساعتش به پول ما میشه تقریبا 30 میلیارد. ساعتی که اکثر سرمایه‌دارای دنیا هم از داشتنش محرومن و نمیتونن دستشون بندازن. کریس میگه برای جونیور هفته 200 تا 250 میلیون تومان هزینه میکنه. از پول آرایشگاه و تغذیه سالم میگه تا وسایل ورزشی. مثلا زمانی که تو یوونتوس بود یک کفش 180 میلیونی برای جونیور گرفته تا بتونه بهتر فوتبال بازی کنه. محل زندگیشون هم برج پادشاهی یا همون کینگدام تاور تو قلب عربستان یعنی شهر ریاضه که 2 طبقه آخر برج به صورت اختصاصی برای رونالدو خانواده‌شه. میگن هزینه یه شب اجاره اتاقای لاکچری این برج از 15 میلیارد تازه شروع میشه. حالا نظر تو چیه؟ به نظر این ولخرجی رونالدو برای پسرش خوبه یا نه؟